سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز 10 مارس همراه شما. در ادامه تغییرات در ترکیب حکومت تاجیکستان، محمد طاهر زاکیروف رئیس سابق کمیته دولتی اداره زمین و گردیزی تاجیکستان به مقام وزیر کشاورزی تعیین شده است که از وزارت‌های مهم کشور به حساب می‌رود. قاسم رهبر که از سال 2008 وزارت کشاورزی را رهبری می‌کرد، با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان به مقام رئیس کمیته رشد محلی در تاجیکستان تعیین شد. اکبر یتیمزاده رئیس ناحیه ورزاب به مقام رئیس کمیته اداره گیادیزی رسید. امام علی رحمان همچنین رئیسان ناحیه‌های قم سنگیر و بلجوان را از مقام‌هایشان سبکدوش کرده است. این فرمان‌ها روز 10 مارس در تارنامه رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان نشر شد. مفتشان ترکیه روز 10 مارس یکی از پسران عمرعلی قواتوف رهبر کشته شده گروه 24 را برای شناسایی گمانبران قتل پدرش با 3 نفر آنها روبرو کردند. با گفته قمرنیسا حفیظ و همسر عمرعلی قواتوف، پسر 11 سالش ابوبکر در میان 3 نفر یکی را شناخته است که گویا به قاتل مانند بود. مقامات ترکیه میگویند 3 نفر از جمله سلیمان قیوموف یکی از رفیقان خود قواتوف را با اتهام سوءقصد دستگیر کردند، ولی نام 2 نفر آنها را پنهان می‌دارند. رهبری گروه 24 را که حکومت تاجیکستان را پیوسته تنقید می‌کرد، شب 5 مارس در محله آقسرای شهر استانبول کشتند. خویشاوندانش قتل رهبر گروه مخالف 24 را کاری دست مقامات امنیتی تاجیکستان می‌دانند، ادعایی که مقامات کشور رد کردند. در تاجیکستان معرکه وسیع ترغیباتی برای پیشگیری از ازدواج‌های خویش و تباری ادامه دارد. بر اضافه گزارش‌های پی در پی تلویزیونی درباره آنکه نکاح خویش و تباری ظهوراتی بد است، روحانیان و مقامات بلندپایه تاجیکستان هم در این باره می‌نویسند و اظهار نظر می‌کنند. اخیراً در این باره فیض‌الله برادزاده رئیس نوی مرکز اسلام شناسی تاجیکستان با نشر مقاله از جوانان تاجیک خواست که با دختر و یا پسر خاله و عمه یا دیگر خویش نزدیک ازدواج نکنند، زیرا ممکن است در آینده فرزندان ناسالم به دنیا بیارند. مقامات انتظامی تاجیکستان نسبت به زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و صاحبکاری شناخته با اتهام طمع‌جویی پرونده نو باز کردند. آژانس مبارزه با کروپسیا به وکیل دفاع زید سعیدوف گفته است که پرونده بر اساس دعوای هوانگ ون خیب، یک شهروند ویتنام، باز شده است. اسحاق تبروف وکیل دفاع زید سعیدوف روز 10 مارس بر رادیو آزادی گفت شهروند ویتنام ادعا دارد که وزیر سابق کارخانه تاجیک اطلس در دوشنبه را به زوری از او گرفته است. به گفته اسحاق تبروف، این ادعا مثل اتهامات قبلی علیه زید سعیدوف بافته و ساخته است. زید سعیدوف را که عزم داشت حزب نو با نام حزب تاجیکستان نو تأسیس بدهد، سال 2013 با گناه‌های سوء استفاده از مقام و همچنین تجاوز به ناموس به 26 سال زندان محکوم کردند. خودش میگوید بیگناه است و تمام اتهامات انگیزه‌های سیاسی دارد. مقامات تاجیکستان سر و صداها درباره درگذشت سید مهدی خان ستاروف معروف با نام شیخ تیمور را رد کردند. در ریاست اصلاحی وزارت عدلیه روز 10 مارس بر رادیو آزادی گفتند شیخ تیمور در بازداشتگاه صحت و سلامت است و آوازها درباره درگذشت این روحانی بحث برانگیز که خود را پیغمبر اعلام کرده بود اساس ندارند. از این پیشتر در شبکه‌های اجتماعی و در دوشنبه و اطرافیان سر و صدا پیدا شد که سید مهدی خان ستاروفی 65 ساله در بازداشتگاه دوشنبه درگذشته است. او را تقریباً 1 ماه پیش با اتهام طمع‌جویی بسیار زنی و مانع شدن به تحصیل فرزندان دستگیر کردند و ممکن است او را برای این کار به زندان محکوم نمایند. با گفته مقامات انتظامی، سید مهدی خان ستاروف 7 زن گرفته است و دعوای اولیا و پیغمبری نیز می‌کرد. اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.